سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو از این بازی GTA. خب بریم بازی. حالا نمیدونم نسخه اصلیشه یا نه، اگه میدونید تو کامنت ها بگید. چون وقت ندارم نمیتونم همه ویدیوها رو از روی کامنت ها اجرا کنم. بازی چرا شروع نمیشه؟ بابا به من چی که این فرانکلینه؟ خب باشه برو تو بازی شروع شد. یه مرحله است نمیتونم برمش. حاجی گرافیک آشغال. بزن بکشش. در رفت چرا؟ بلند شو بلند شو گم شو. حالا چیکار کنم؟ خب باشه بمب فعالش کنه. سلام، کلی مانی اینجاست. حاج تو با پا میری روش تا جمع شه؟ چه منطق عجیبی. این بهتر پهن میشه تا جمع شه، بخوای با پا بری روش. ماسکش چی شد؟ پیرمرد تو این وسط چی میگی؟ میزنم کلتو زدم. خب به کاراکتر خودمون برگشتیم. مرحله رو اصلا نمیتونم برم من. مثلا یه ماشین پلیس چند نفر؟ نهایت 6 نفر توش بخوان جا بشن. این 10 تا از تو ماشینه میزنه بیرون. برو کنار دیگه مرتی که خرفت. رو باز کن. ها بیا جلو بیا. بینا اینجا چیکار میخوای بکنی؟ ببینم چیکار میخوای بکنی. بمیر. اوه چه خطرناکه. ها تو چی میگی؟ بمیر. بمیر تو چی میگی؟
تو هم بیا، تو هم بیا، تو هم برات دارم. و متاسفانه همین سرنوشت رو داشت. میگم همش فقط پلیس میریزه بیرون از این ماشین. معلوم نیست چند تا جا میشه آخه. تو 3-4 تا. چی کارشون کنم؟ کاری نمیشه کرد. حالا یه دست دیگه برم. بدبخت تو زدی ناکار کردی. تو هم یکی بزن بکشش. چرا میزنی وحشی؟ ای بدبخت گناهی کرده. دیدی من آروم باش برخورد میکنم ولی تو زدیش. ولش کن بابا، میریم یه بازی دیگه. توی ویدیو بعدی بازی بعدی هم میبینید. خداحافظ.